اگه کامپیوترتون سرعتش کم شده این ترفند رو حتما ببینین. زمانی که همراه کامپیوتر کار میکنیم و برنامه‌های زیادی مثل وب براوزرها، گوگل کروم، فایرفاکس یا برنامه‌های آفیس مثل ورد، اکسل، اکسس یا برنامه‌های آدوبی مثل فتوشاپ، پریمیر، افتر افکت یا ایلاستریتور و غیره را در طول روز باز میکنیم، سیستم عامل برای سریعتر باز شدن این برنامه‌ها یک سری فایل‌ها را در پس زمینه باز میکنند. این فایل‌ها در پوشه تمپ و فیصد قرار میگیرند. تمپ به معنای تمپراری یعنی فایل‌های موقت است. بعد از اینکه کارتان خلاص شد، او فایل‌ها در این دو تا پوشه باقی میمانند و پاک نمیشن. امکان داره که ما دیگه با او برنامه‌ها کار نکنیم و بعد از یک مدت طولانی مثلا 3 ماه یا 6 ماه این فایل‌ها یک حجمی از فضای هارد دیسک ما را اشغال میکنند و همچنین سرعت کمتر ما پایین میآید. برای اینکه این فایل‌ها را خودمون پاک کنیم میاییم در ران، نوشته میکنیم تمپ، اینتر میکنیم. پوشه تمپ باز میشه، روی یک فایل کلیک میکنیم و از کیبورد کنترل ار فشار میدیم تا همه‌اش انتخاب شه. بعد شیفت همراه دلیت را میزنیم و یس کلیک میکنیم تا کلشان پاک شه. روی کنتینیو کلیک میکنیم. اونایی که پاک نمیشه میتونیم اسکیپ کنیم. این را انتخاب میکنیم، کنتینیو. اگر پاک شد خوب، اگر نشد که مشکلی نداره. حالا نوبت پوشه فیصد هست. میایم دوباره در ران، نوشته میکنیم فیصد تمپ فیصد، اینتر میکنیم. فولدرش باز میشه. دوباره روی یک فایل کلیک میکنیم، کنترل ا، شیفت و دلیت. کنتینیو. شاید پرسان کنید که فرق دو تا تمپ چی هست. تمپ مربوط کل کامپیوتر میشه، مسیرش در ویندوز سلش تمپ هست و بعضی فایل‌هاش هم پاک نمیشه مثل پیشتر که دیدیم. فیصد تمپ فیصد مربوط یوزر فعلی میشه و آدرسش در اپ دیتا سلش لوکال سلش تمپ هست، راحت پاک میشه مثل الان که کلشان پاک شد. یک پوشه دیگه هم مانده، پوشه پرفچ هست. دوباره میایم در ران، نوشتم که پرفچ، اینتر میکنیم، کانتینیو، کنترل ا، شیفت دلیت، یس. این تیکش هم انتخاب میکنیم. خب یکیش پاک نمیشه، مشکل نداره. پرفچ هم یک پوشه در ویندوز هست که اطلاعات برنامه هایی که باز میکنیم را ذخیره میکنه تا دفعه بعد سریعتر اجرا شوند. یک نکته هم در نظر داشته باشین که با حذف این پوشه هیچ آسیبی به کامپیوترتون نمیرسه و این را هم در نظر داشته باشید که این کار را هر روز انجام ندین، هر 3 ماه یا هر 6 ماه انجام میدین. برای ترفندهای بیشتر کامپیوتر پیج ما را فالو کنید و این ویدیو را با دوستانتان شیر کنید. بخیر و سلامت باشید.